آقا ما این فوتبالیستمون خواننده هم هست. همه کاره حریفه. ولی اصفهانی خوندی شما الان نه؟ شمال اصفهان. ماشاءالله آقا ادین قشنگ. اوه پریما. مرسی. گل. ماشاءالله سید خوب بود خوب بود ولی بزن بره بده بره. مرسی. اون چه کاری بود سید؟ اوکی نه آسه دفعه دیگه این کارو نکنی. تو با بذار زمین بازی کن. Normalerweise nicht, der weiß auch nicht. Aber habe ich gerade gesagt. Der versteht es. اوکی hat verstanden wusste nicht. اوکی ببین به خاطر شما زمین داره کج میشه بیا. اوکی اونجوری اجازه نداری بدی. آره نه اونجا باید تو با بذاری زمین بازی کنی نه اینکه باید رو هوا بزنی. اوکی das zählt nicht, diese Tor zählt nicht. برید دیگه. Du musst gehen, Smiley, zu dritt. Jetzt raus. Merci. Ja, gut, hab ich. امید این پاس عالی بود یعنی گل پخته بود. الان مهدی فکر کنم مهدی 7 8 تایی زده تو این 4 تا گلی که زدید نه؟ مهدی نفهمی چی؟ 7 8 تایی. الان خوب بازی میشه. نه خودشون یه ذره چیز میکنن شلوغش میکنن والله خوب بازی میکنن اینا. اینا دفاع کسی برامون نمیاد بدبخت. همه دوست دارن جلو بازی کنن. میدونی؟ ترکیبشون Merci. Bene, musst du Tor machen, das ist einfach. نه امروز مه بود. مرسی. Beide hoch. Okay, beide ruhig. Beide bleiben ruhig. Egal. Keine Kommentar bitte. Alles okay. Egal, langsam. Oh, Smiley. Guck mal, was ein Tor gemacht. Deine Bruder genau diese Seite ein Tor gemacht. آره سعی کنید با هم خشن نشید که دیگه نمیتونید بازی کنید. آره نه بازی خراب میشه. برو عالی بود مواظب باش
Aber Idee war gut, Tor war schon gut. Merci. Ah, muss hoch spielen, weißt du. آره دیگه باید توپو میگیره ازت دیگه. آسد دریب بزن حال میکنه. آسد رو خط بنداز. اومد میتی باهات. خب این اخلاقش یه جورایی نزدیک امید بود یه تیکش. سری زد معطل نکرد. خدایش یه نگاه بکن میتی خدایش این کار دقیقاً داداش یاد گرفتی. معطل نکردی. همین چیز ازش یاد گرفتم. دیدی؟ اعتراف گیری میکنم اینجا. فعل مخصوص داریم میگیم بازم امیدی. ولی خوب بود. خوشم اومد که معطلش نکرد.